من چه بی پروا به مرز قصه های کهنه میتازم. آن شب شادی من و دخترم فائقه وصف ناپذیر بود. هر دو با وجود آنکه سخت خسته بودیم از شوق خواب به چشمانمان نمی آمد. می توانم حتی به جرئت بگویم در آن لحظاتی که من و فائقه در رخت خواب خوابیده بودیم و به یکدیگر تظاهر می کردیم که در خواب هستیم، هر دو به فکر فردا و آینده بودیم. من در فکر آن که از این پس چگونه ترانه‌های جدید خوانندگان معروف رادیو را به فائقه یاد بدهم و فائقه در رویای آن که از فردا و روزهای دیگر این اجازه را خواهد داشت که بخواند و برقصد. همچنان که من در فکر فردا بودم و فائقه در رویاهای کودکانه‌اش غوطه‌ور، کم کم پلک‌هایمان سنگینی کرد و لحظه‌ای بعد هر دو به خوابی خوش فرو رفتیم. فردای آن شب قبل از آنکه فائقه از خواب بیدار شود به یک مغازه رادیو فروشی رفتم و یک گرامافون و چند صفحه از صفحات خوانندگان رادیو را خریداری کردم. وقتی به اتاق برگشتم فائقه هنوز در خواب بود. گرام را روشن کردم و یکی از صفحات معروف خانم دلکش را به نام کیجا جان روی گرام گذاشتم. هنوز قسمتی از صفحه پخش نشده بود که فائقه سراسیمه از خواب پرید و در جای خود نشست. ابتدا کمی گیج و بهت زده چشمان خوابالودش را مالید و بعد همین که چشمش به گرام و صفحات افتاد لبخند ملیحی بر لبانش نقش بست و آنگاه ذوق زده از جای جست و خودش را به گرام و صفحاتی که روی میز گذاشته بودم رسانید. من که دیدم این کار من تا چه حد فائقه را خوشحال و شاد کرده است به او گفتم فائقه جان این گرام و صفحه ها رو کلاغه برای تو خریده که از روی اونا آوازهای تازه یاد بگیری تا من هم از فردا شب ببرمت توی کافه اونجا بخونی. کلاغه گفته اگه فائقه خوب یاد بگیره و بخونه یک عروسک خیلی خوب براش میخرم. فائقه خردسال و با استعداد که با وجود سن کم از هوشی سرشار برخوردار بود در حالی که چشم از گرام و صفحات بر نمی داشت گفت بابا جون مگه کلاغه میدونه که من آواز میخونم؟ من که از حاضر جوابی فائقه مات و مبهوت شده بودم در مقابل این سوال زیرکانه او گفتم آره دخترم کلاغه موقعی که پر میزنه و از روی خونه ها رد میشه همه رو میبینه. تو رو هم موقع خوندن آواز دیده؟ طی دقایقی که من و فائقه گفتگو میکردیم صفحه کیجا جان به آخر رسید و من برای بار دوم آن را روی گرام گذاشتم. کیجا جان فتنه به پا کرده در پای چشم صفا کرده برده در روی چمن خوابش دلگشت عاشق و بیتابش رفته خورشید از افق بیرون گشته روی آسمان گل از افق سر زد مه زیبا کرده روشن دشت و صحرا کیجا جان از بر دل من سر کند افسانه
بشنو ای عاشق پریشان نغمه جانانه. خوب به خاطر دارم که هنوز صفحه برای دومین بار به آخر نرسیده بود که فائق شعر آن را از حفظ کرده و بار سوم که من صفحه را مجددا روی گرام گذاشتم، فائق پا به پای خواننده صفحه کلمات و جملات ترانه را زمزمه می‌کرد. به این ترتیب ظرف همان روز فائق ترانه کیجا جان را فرا گرفت. از من دل من سر کن از افسانه. بشنو ای عاشق پریشان